افغانستان که چند وقت پیش هم در مورد این صحبت کرده بودیم که جشنواره برگزار میشه و این برنامه‌ریزی ها میتونه تاثیرات خیلی مثبتی داشته باشه به خاطر اینکه استعدادهای جوانان به نمایش گذاشته شود و این در کشورهای دیگه به شکل ویدیویی در نمایش گذاشته میشه و از کشورهای دیگه هم در افغانستان و این میتونه خیلی تاثیرات خوبی داشته باشه به خاطر اینکه جوانان عزیز ما بتونن استعدادشون به نمایش بگذارن و این استعدادهایشون رشد بدن. مهمان عزیز در کنار ما هستن آقای کنشگان نصیری، رئیس شبکه حمایت. اینا رو خوش آمدید میگم. صبحتان بخیر، خوش آمدید. صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. سپاسگزار. ما هم شما رو خوش آمدید میگیم. میشه در مورد همین جشنواره با ما معلومات بدید مختصر که چی ویژگی‌هایی داره و چی گپ است؟ جشنواره جوان البته طرح تبلیغاتیش خیلی بالا رفته. جوانان افغانستان در مورد جشنواره آگاهی کلی پیدا کردن، ولی یک بار دیگر جشنواره جوان برتر برای اولین بار در افغانستان برگزار میشه که در این جشن ما نمایشات فرهنگی، موسیقی و نمایشات فرهنگ اصیل افغانستان داریم. در ضمنش معرفی 50 جوان برتر داریم، از جمله جوانان که فعالیت داشتن در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، مدنی و حتی ورزش با معرفی میگیریم. یعنی همان گونه‌ای که جشن جوان در سراسر جهان به نام یوت فستیوال برگزار میشه، ما برای اولین بار در افغانستان یعنی برای اولین بار قرار شد در افغانستان یوت فستیوال جشن جوان داشته باشیم با اندک تغییر. و تغییر هم در آن ای است که ما 50 جوان برتر که در سالهای گذشته فعالیت داشتن معرفی میکنیم، فعالیت‌هایشون معرفی میکنیم و از اونها تقدیر و تشویق میکنیم. خب آقای نصیری، این جوانان میتونن خودشون اشتراک کنن یا شما نظر به همون معیارهایی که دارین در این جشنواره شما انتخابشون میکنید؟ طرز انتخاب جوانان بر این است که ما اول یک فراخوان دادیم، تمام جوانان را دعوت کردیم بر کاندید شدن و یا به اشتراک در جشنواره جوان. مرحله اول کمیسیون موظف هستند که بایوگرافی و تمام سوانح یک جوان آنها بررسی میکنند. در صورتی که فعالیت‌هایشان بر جامعه واقعا چشمگیر و موثر بوده باشه اونها را شارت لیست میسازیم و به مرحله دوم میروند. مرحله دوم با هماهنگی با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان است که اونها در رسانه حضور پیدا میکنند و برنامه‌های بعدیشان ارائه میکنند. یعنی چی؟ در شرایط فعلی با امکانات کمی که ما داریم، با جنجال‌ها و مشکلات امنیتی و اقتصادی و تمام بحرانایی که وجود داره، چطور یک جوان میتونه چی طرح را داره که میتونه با استفاده از این امکانات به یک دستاورد بزرگ دست پیدا کنه. رده‌هایش مشکل نداره، میتونه در بخش ورزش باشه، میتونه در بخش امنیت باشه، میتونه در بخش سیاست باشه، ولی بر ما طرحش مهم است که ما بتونیم از بهترین طرح‌ها استفاده کنیم برای آینده افغانستان. بسیار خوب. همین جشنواره که برگزار میشه باز همون ویدیوش در کدام کشورها به نمایش گذاشته میشه؟ مشخص است یا ما برای بار اولی که تصمیم گرفتیم جشن جوان در افغانستان برگزار بکنیم، مانند چندین جشنواره‌ای که در گذشته ها در کابل انجام شد، تصمیم اول بری بود که ممکن یک جشنواره خیلی خرده باشه، در تالار یکی از تالارها برگزار شود و به گونه سابقه که برنامه ها برگزار شد برگزار شود. ولی از اونجایی که علاقمندان خیلی بیشتر شدن، یعنی ما در حال حاضر در حدود 200 جوان داریم که کاندید هستن برای 50 جوان برتر و بیشتر از 500 جوان داریم که علاقمند است بر شرکت در این جشن. بنان وقتی که ما فراخوان خودمون میدادیم، کشورهای دیگه که دوستا و جوانایی که فعال هستند علاقمند شدن تا جشن جوان برتر افغانستان در جاهایی که زندگی میکنن یک هماهنگی بکنن، جوانها را دعوت بکنن و اونجا هم برگزار شود. یعنی همزمان در 4 کشور قرار شد جشن جوان برگزار شود، یعنی افغانستان، کانادا، آلمان، روسیه و ترکیه. در کشورهای دیگه که ما جشن برگزار میکنیم، نمایش فرهنگ افغانی است، نمایش فیلم های مستند افغانی است و برنامه شعرخوانی و معرفی 50 جوانه که در کابل تصمیم گیری میشه و معرفی میشه. خب این جوانانی که اشتراک میکنن مختص به این است که کسانی که در کابل زندگی میکنن تنها این جوانان میتونن اشتراک کنن، یا کسانی که در ولایات هستن و یا کسانی که مهاجر هستن در اون کشورهایی که شما یادآور شدید اونها هم میتونن اشتراک
بکنه. جشن جوان برتر افغان و تمام افغانایی که در هر گوشه کنار دنیا زندگی میکنن هست و کاندیدایی که ما داریم نه تنها از کابل بلکه از ولایات عزیز افغانستان و از کشورهای بیرون مرزی هستند و جوانانی که شرکت میکنن از هر گوشه و کناری که باشن در صورت فعالیت‌هایشون در افغانستان بوده باشه در صورت فعالیت‌هایشون موثر تمام شده باشه میتونن در کنار ما باشن. بله. همون استعدادهایشون که هست اینا به شکل ویدیو میتونن که با شما شریک بسازن یا میتونن که به شکل کتبی هست که اینا میارن و شما به نمایش میگذارید؟ دقیقاً. در مرحله اول سوانح خود قطعاً مینویسن و سوانحشون بررسی میشه و در مرحله دوم کسانی که در افغانستان هستند با هماهنگی رسانه‌ای که ما هماهنگی کردیم اینا میاین و طرح و برنامه خود در مقابل کامراهای رسانه‌ها اعلان میکنن و کسایی که بیرون از افغانستان هستند در یک ویدیو کنفرانس میتونن طرحهای خود بیان بکنن. بسیار خوب. در این جشنواره البته شما قسمی که یادآور شدین میتونن از هر بخشی که باشه مشکل نداره، چی آوازخوان باشه باز آوازخوانش چی رقم است. مثلا میتونن کسایی که سابقه کار هستن اونا تنها میتونن اشتراک یا کسایی که نو جدیدن به کار آغاز کردن؟ بر ما کاتگوریش مهم نیست. اگر هنرمندی باشه که فعالیت‌های داشته باشه و فعالیت‌هایشون موثر تمام شده باشه بر جامعه و یا بر افغانستان میتونه شرکت کنه. ما تا فعلا از هنرمندای عزیز ما کاندید نداریم ولی اگر داشته باشیم هم هیچ مشکل نیست. ما هنرمندان داریم که برای صلح میخوانن، برای صلح حرکت دارن و قسمی که چند سال پیش سفیر صلح افتخاری آقای فرهاد دریا بود و اونا تمام شعرهایشون تمام آهنگایشون برای میهن است، برای کشور هست و همون قسم ما هنرمندان جوان هم داریم که برای کشور خود شعر میسراین. بنان هیچ مشکل در کاتگوری نیست. به دلیلی که ما 50 جوان انتخاب کردیم همی است که ما در کاتگوری‌های مختلف جوانان بیشتر داریم. مثلا ما در رشته ورزش بیشترین جوانان را داریم که بیرق افغانستان در کشورهای بیرونی بلند کردن. مثلا ما در بخش‌های امنیتی، در بخش‌های سیاسی اقتصادی جوانان مختلف داریم فعالیت داشتن و همون قسم در بین هنرمندان عزیز ما. بسیار خوشحال. آقای نصیری سپاسگزار از اینکه در برنامه تشریف آوردین و اگر گفتنی یا پیام اخیری دارین به جوانان عزیز میشه. هدف ما از برگزاری جشن جوان گرد هم آمدن جوانان عزیز هست. افغانستان در گذشته مشکلات فراوان داشته ولی من میتونم بگویم که اگر جوانان متحد شوند میتونن تمام مشکلات اقتصادی، امنیتی و حتی اجتماعی را از بین ببرن و یک افغانستان درخشان و افغانستان روشن را تجربه بکنیم. من تکرار میکنم شعاری که شنیده بودم خیلی شعار جالب که اگر متحد نشویم نابود میشویم. بخاطر آن که نابود نشویم باید اتحاد داشته باشیم و اتحاد میتونیم از سر جوانان آغاز بکنیم چون بیشترین فعالیت، بیشترین تحرک را در افغانستان در شرایط فعلی جوانان دارن که بدون در نظر داشت مسائل اقتصادی و امنیتی در هر گوشه و کنار فعالیت دارن. بنان ما تقاضا میکنم تا همه جوانان متحد شوند، تعهد داشته باشند و با یک وحدت کامل در جشن جوانان اشتراک کنند، تمام رنجیدگی ها و آزردگی ها را دور بگذارن و در این جشن شرکت بکنن، تبادل نظر داشته باشن و همدیگر را بپذیرن. انشالله. سپاسگزار از شما. خب عزیزان در این بخش یک آهنگ آماده این نشر است. شما منتظر نگذاریم آهنگ تماشا کنین. ما هم